که برای ادای فریضه الهی هست به بارگاه خودش قبول بفرماید و اون چه که بشارت و مژده و خوشخبری برای این حضور هست و حضور این روز هست، الله تعالی اونها را به ما عنایت بفرماید، محقق بفرماید. عزیزان، هر کاری میکنیم، هر تلاشی، هر قدمی کوچکی یا بزرگی که توفیق پروردگار میشه، مثلا همین حاضر شدن در نماز جمعه توفیقی هست. خیلی از بندگان هستند شاید جمعیتشون از ما بیشتر هست، مسلمانان خود ما، برادران خود ما توفیق ندارند، حاضر نمیشند. لذا هر قدمی که من و شما برمیداریم و هر کار مثبتی که انجام میدیم توفیق رب است. سعی بکنیم که شرایطی که در قرآن و سنت برای قبولیت اون امر آمده، شرایطی که برای مقبولیت اون عمل آمده، اون شرایط را فراهم بیابیم که شرط اصلی و اساسی که در این آیه که بنده تلاوت کردم ایمان هست و اخلاص هست. با احتساب باشد، با ایمان باشد، با امید ثواب باشد و برای الله باشد. هر کاری که برای رضای الله باشد، خوشنودی رب مد نظر باشد و شرایط ظاهری که در قرآن و سنت آمده اونها را انسان رعایت بکند، ضمن اون ایمان و اخلاص و احتساب، انشاءالله اون عمل مقبول میشه و ذخیره آخرت انسان میشه. لذا هم تلاش بکنیم، نیت بکنیم و در همین راستا قدم برداریم و هم خالصانه و خاشعانه از رب بخواهیم که الله قبول بفرماید. قبولیتی اگر در اعمال ما باشد که انشاءالله هست، اون وقت دنیا و آخرت پر خیر و پر برکت آباد است. لذا این اولین التجا و التماس و دعا هست به درگاه رب العالمین که این حضور من و شما را و تمام اعمال من و شما را، تمام توفیقاتی که از جانب او برای ما فراهم میشه و میسر میشه، الله تعالی به بارگاه خودش قبول بفرماید. عزیزان، من یه آیه که بظاهر مختصر است اما تمام زندگی آیات الهی، سبحان الله، هر آیه که انسان وقتی که نگاه میکند، الله تعالی با چنان جامعیتی، چون کلام رب العالمین هست، کلام یه انسان نیست، کلام فرشته نیست، کلام رب العالمین هست، چنان پرمحتوا هستند آیات الهی و چنان جامع و کامل هستند که انسان وقتی که تدبر می کند در یک آیه نه، در نیم آیه، برای نجات انسان، برای موفقیت انسان، برای سربلندی انسان، همین یک آیه کافی است، نیم آیه کافی است. لذا آیه مختصری هست، بظاهر مختصره، اما مثال آیه به مثابه همونی که در مثل فارسی معروف است، میگن دریایی را در کوزه جای دادن. یعنی دریایی از مطالب و از مفاهیم و از معانی را الله تعالی در دو سه کلمه گنجانده و بیان فرموده.
لذا این آیه یکی از همون آیات هست که الله عزوجل رمز موفقیت ما را، رمز سربلندی و عزت ما را در دنیا و در آخرت در همین آیه نهاده. و الله تعالی اونقدر که خیر ما را میداند، صلاح ما را میداند، کامیابی ما را میداند، هیچ کسی نمیداند. این مثالش مثل این هست که یه ساعتی را، همین ساعت را که سازنده و صانع درست کرده، او تمام بالاخره درون این ساعت را میداند، تمام پیچاش را میداند، تمام اون چی که به کار برده در این او میداند. اما بغیر از او هرچی که شما عالم باشید، مفسر قرآن باشید، شیخ حدیث باشید، عرض کنم که فیلسوف باشید، عالم منطق و فلسفه باشید، عالم فقه و حدیث باشید، شما سر در نمیبرید. او که صانع هست، او که سازنده هست، اون که درست کننده هست، او بهتر میداند که خوبی این ساعت در چیه، خرابیش در چیه، اشکالش کجا است، رفع اشکالش در چی است. لذا خالق ما، خالق این انسان الله است. خالق ما الذي خلقكم والذين من قبلكم، هم شما را هم پیشینیان را، آبا و اجداد شما را، او خالق است. او بهتر میداند خیر و صلاح ما را. اگر ما خودمون با عقل خودمون به دنبال موفقیت باشیم و بخوایم راه موفقیت را با عقل محض منهای وحی، سوای آیات الهی، بغیر از تلاش کردن در قرآن مجید بخواهیم دنبال موفقیت بگردیم، ما ناکام میشیم. الا یعلم من خلق، اون ذاتی که خودش خلق کرده، اون ذاتی که خودش آفریده، اون ذاتی که خودش درست کرده، آیا او نمیداند؟ و هو اللطیف الخبیر، او لطافت ها را میداند، او ظرافت ها را میداند، او باریکی ها را میداند، او از هر چیزی خبر دارد، او همه چیز را میداند. لذا ما را که او درست کرده، راه نجات ما را، راه سربلندی و عزت ما را هم در دنیا هم در آخرت او میداند و بس. راهی که او گفته، راهی که او نشان داده به وسیله انبیاء الهی، اون راه درست است. بقیه هرچی که ما فکر میکنیم و انسانها به دنبالش هستن فکر میکنن. حالا ببینید انسانها برای موفقیت خودشون، منظورم از انسانها و انسانهایی که خودشون را از وحی الهی بی‌نیاز میدانند، مستغنی میدانند، علم دارند، سواد دارند، دانش دارند، فلسفه خواندند، فیزیک و شیمی خواندند، همه چیز بلد هستند. حالا نمیخوایم که تنقیس بعضی از علوم را بکنیم، ولی اونهایی که فقط این علوم را بلد هستند، مردمان آمریکا، مردمان اروپا، مردمان این کشورهای مترقی و پیشرفته، سوادشون خیلی از سواد ما مسلمان ها بالاتر است در سطح دنیا. تکنولوژیشون ما هر چی داریم از اونها میگیریم. این ساعتی که ما داریم استفاده میکنیم، این موبایلی که ما استفاده میکنیم، این عرض کنم که بلندگویی که ما استفاده میکنیم، امکاناتی که ما، این کولر و اسپیلیتی که استفاده میکنیم، این همه ساخته و پرداخته اونها هستند. در این زمینه موفقند، اما در زمینه خودشون، در زمینه نجات خودشون، موفقیت خودشون ناکامند. هواپیمایی که درست کردند
و ما هم ازش استفاده میکنیم، اونها هم ازش استفاده میکنند. این تا روزی که زنده هستیم برای رفاه ما خوبه، اما وقتی که چشم میبندیم بعد از اون نمیتونه ما را نجات بده، بعد از اون به درد ما نمیخوره. برای آخرت ما هیچ فایده ای نداره. و چه بسا همین چیزهایی که اونها بلد هستند و یاد گرفتند امروز از نظر تسلیحات تمام اسلحه های مدرن و پیشرفته را همین دنیای کفر ساخته. این تسلیحاتشون سبب هلاکت هزاران انسان هر روز میشه. این بمب‌های خطرناکی بر ملت‌های مظلوم و آواره اینها میریزند. امروز در غزه چی میگذرد؟ امروز در فلسطین چه خبر است؟ کارهایی میکنند. چه کسانی این کارها را میکنند؟ کارهایی که افرادی که به عنوان انسان هستند اما ننگم برای انسانیت. اصلا اصل انسانیت شرمش میاد، خجالت میکشه که اینها را جز انسانها به حساب بیاد. اینها بالاخره عزیزان ببینید این بدبختی از کجاست؟ اینا عقل دارند، سواد دارند، تکنولوژی دارند، پیشرفت دارند، ترقی دارند، اما خودشون را از وحی الهی، از کلام الهی، از راهنمایی های الهی، از هدایتی که رب برای بشر فرستاده، از اینها خودشون را بی نیاز قرار دادند. بیچاره هستند. بغیر از ننگ برای انسانیت کارنامه دیگری ندارند. مثل اربابان گذشتهشون فرعون و هامان و شداد و قارون و امثالهم در لیست اونها قرار میگیرند. یه روزی به عنوان انسانهای منفور و ملعون یاد میشن. نه یه روزی، الان هم هرچی که در درون او وجدان انسانی هست از اینها بیزاره. این نتیجه چیه؟ این نتیجه استغنا و دوری از راهنمایی های الله، از هدایاتی که الله به وسیله پیامبرانش و به ویژه بالخصوص به وسیله آخرین پیامبر که امام الانبیا هست صلی الله علیه و سلم فرستاده، اینها خودشون را از اون هدایت و از اون راهنمایی مستغنی میدانند. لذا عزیزان، ربی که خالق ماست، معبودی که آفریننده ماست و حاکم مطلق ماست، مدیر و مدبر ماست، اون رب خیر و صلاح ما را بهتر میداند و اون رب خیر و صلاح ما را در قالب آیاتی که ما در اختیار داریم، ای کاش همه ما این آیات را میفهمیدیم. همه ما وقتی که کلام الله را تلاوت میکردیم میدانستیم الله با ما چی میگوید. و بعض از عمق آیات، از عمق بسیاری از آیات، حتی ما که خودمون را به اصطلاح طالب قرآن میدونیم هم خبر نداریم. خیلی وقتها الله تعالی گاهی یک نکته‌ای به انسان میفهماند. لذا کاش ما میفهمیدیم، میدانستیم رب ما چی میگوید. همین ظاهر آیات را کاش میدانستیم. عزیزان، اگر ما بر صفحه قلبمون همیشه عرض میکنم که نیم آیه مینوشتیم، ما هیچ وقت اشتباه نمی کردیم. همین فقط می دانستیم که والله بما تعملون خبیر یا والله بصیر بما تعملون. همین برای اصلاح ما کافی بود. الله تعالی به همه اعمال شما بیناست، از همه حرکات شما خبر داره. همین اگر با یقین، با اعتقاد، با باور، با ایمان بر صفحه قلب ما حک می شد، آیا ما دست از پا خطا می کردیم؟ آیا حق کسی را تلف می کردیم؟ حق کسی را ضایع می کردیم؟ بر کسی ستم می کردیم؟ کلاهبرداری می کردیم؟ جفا می کردیم؟ هرگز. نه حق زن ضایع می شد، نه حق اولاد ضایع می شد، نه حق پدر و مادر ضایع می شد، نه حق همسایه، نه حق مشتری، نه حق همراه و همسفر، نه حق حیوان، نه حق انسان.
وقتی که انسان این دیدگاه را می داشت، وقتی که انسان این اعتقاد و این باور را داشت که قیامتی هست. الان قرآن کریم یک بخشی از سوره های قرآن کریم، حضرت مفتی صاحب تشریف دارند و مفسر قرآن مجید هستند، اشراف کامل دارند. من عرض می کنم که یک بخشی از سوره های قرآن مجید، حداقل از سوره قاف تا آخر قرآن مجید، بیشتر این سوره ها در رابطه با قیامت است. قیامت، عقیده قیامت واقعا اگر در درون انسان ها باشه، در میان انسان ها باشه، انسان ها اصلاح می شوند. چون هر کسی وقتی که احساس بکنه فردا باید پاسخگو باشه، فردا باید جوابگو باشه، دست از پا خطا نمی کند، بر دیگری ستم نمی کند، حق کسی را بالا نمی کشد. اما اعتقاد قیامت ضعیف، در حالی که الله عزوجل چندین سوره را به نام قیامت نامگذاری کرده. سوره ای هست به نام خود قیامت، سوره ای هست به نام القارعه. ما القارعه که همه شما بلدید، قارعه به معنی قیامت است، مفهومش همون قیامت است. سوره ای هست به نام الحاقه. ما الحاقه و ما ادراک ما الحاقه. الحاقه یعنی هم معنیش قیامت، مفهومش قیامت. سوره ای هست به نام واقعه، اذا وقعت الواقعه. این هم معنیش قیامت، اون واقعه و اون اتفاق بزرگ. و ابتدای چندین سوره الله تعالی آغاز میکنه سوره را با ذکر قیامت. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. در آغاز سوره ها سوگند یاد میشه، ان عذاب ربک لواقع، انما توعدون لواقع. عذاب رب واقع میشه، اون چی که الله با شما وعده میکنه واقع میشه، اتفاق میفته. لذا عزیزان این همه تاکید برای چی؟ چون که اگر ما اعتقاد راستین و درستی به قیامت داشته باشیم، انسان ها داشته باشند، هیچ حقی تلف نمیشه. در همین دنیا تبدیل به بهشت میشه. آرامش، آسایش، محبت هست، ایثار هست، برابری هست، برادری هست. بالاخره هیچ کسی دغدغه‌ای نداره، حق هیچ کسی چون همه میترسند. وقتی که یک جایی در یک محیطی ما قرار میگیریم که از هر طرف دوربین ها زوم کرده بر حرکات ما، نه دست از پا خطا میکنیم، نه در رانندگی اشتباه میکنیم، همه چیز طبق قانونه. چرا؟ چون میترسیم که تا اگر تند رفتیم، تا اگر کج رفتیم، اونجا باید پاسخ بدیم. اعتقاد قیامت اگر این باشه، اگر ما بدانیم که الله به تمام اعمال ما حاضر و ناظره، بیننده هست، ماموران الهی تمام را ثبت و ضبط میکنند، همه چیز را مینویسند. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر چی که کوچک باشه، چه خیر باشه چه شر باشه، چه خوب باشه چه بد باشه، همه را میبینی، با همه مواجه میشی. اون وقت انسان اشتباه نمیکنه، انسان خطا نمیکنه. اصلا اعتقاد قیامت که الله تعالی در قرآن مطرح فرموده یک اعتقاد اصلاحی هست. و مولانا ندوی رحمت الله علیه در یک جای میفرماید متاسفانه بحث کفار نیست. حالا اون کفار که علانا میگن نه اینها همه داستان هست و قصه هست و چنین چیزی نیست، اونا که علانا انکار میکنن. در رابطه با مسلمان ها میگه که احساس این هست از عملکرد مسلمان ها، استنباط و برداشت این هست که اکثر مسلمان ها هم قیامت را باور ندارند. ایشان کلمه الحاد را به کار میبرد. یک الحادی نسبت به قیامت، الحاد نه ارتدادی نسبت به اعتقاد قیامت وجود داره. یعنی مردم اصلا، ایشون میفرمه تعبیر ایشون هست، شاید تعبیر سنگینی باشه، که از اکثرا گویا نسبت به اعتقاد قیامت برگشتند از عقیده دینی، مرتد شدن، قبول ندارن، عملا نه قولا. چرا؟ دلیلشون اینه
که اگر باور بود بینمازی نبود، اگر باور بود حق تلفی و ظلم نبود، خون ریزی نبود، گروگانگیری نبود، از بین بردن آبرو نبود، خوردن مال همدیگه نبود، به سر مظلوم زدن نبود، ستم کردن نبود، همسایه را ناراضی کردن نبود، در حق یتیم و حق مال یتیم را بالا کشیده نبود، مال خواهر را خوردن نبود. اینا همه که هست، معلوم میشه که این انسان احساس میکنه فردا جلوتر هیچ ایستگاهی نیست، هیچ پرسشگاهی نیست، هیچ جای محاسبه نیست. لذا عزیزان، تمام مشکلاتی که امروز در جامعه وجود داره، که مشکلات کم نیستن در هر زمینه، حالا سوا از بقیه مردم، سوا از ناامنی ها، سوا از مظالم ستم ها، سوا از عرض کنم که حاکمان زورگو که بر انسان ها در این دنیا ظلم میکنند، هر انسانی با خودش هم کلنجار میره. یک انسانی که پیش خودش بظاهر مشکل نداره اما از پریشانی خواب نمیره، با قرص خواب میخوابه. همه اینها برای چی هست؟ برای این هست که ما از اون اصلی که الله عزوجل برای هدایت ما، برای راهنمایی ما، برای سکون و آرامش ما، برای یک زندگی پرخیر و پربرکت فرستاده. الله تعالی اینها را فرستاده که در دنیا هم ما زندگی خوبی داشته باشیم و در آخرت هم داشته باشیم. ما از این فاصله گرفتیم و جاهای دیگه به دنبال چی میگردیم؟ به دنبال نجات میگردیم. فکر میکنیم که موفقیت ما، کامیابی ما در بیرون هست، خارج هست، در فلان فرهنگ هست، در فلان نمیدونم فلسفه هست، در فلان راهنمایی و هدایت هست. مولانا یه مثال جالبی بیان میفرمایند، مولانا ندوی رحمت الله علیه، ایشون میفرمایند یک لطیفه هست، یک جوکی هست، ولی این جوک یک درس آموزنده ای داره. اون جوک اینه، شما هم شنیدید بارها که یک کسی بیرون داشت میگشت، دنبال چیزی میگشت، مردم آمدن گفتن چی گم کردی؟ گفت اینجا اشرفی یک درهمی پول اینجا گم کردم، دارم میگردم. مردم هم شروع کردن باش برگشتن، آخر کسی پیدا نکرد. گفتن که دقیق تو کجا گم کردی؟ بگو همون جا بگردیم. گفت من تو خونه هم گم کردم. گفت عجب، تو خونه گم کردی، اینجا چرا میگردی؟ گفت چون اونجا تاریک است، اینجا هوا روشن، شاید اینجا ببینم. فرمودند که مثال ما همین آدم بظاهر دیوانه هست. اون چیزی که ما گم کردیم، اون چیز در خانه هست، در درون قلب است، در وجود هست، اون را اونجا گم کردیم، الان بیرون تلاش میکنیم، بیرون میگردیم که نمیدونم در این عادت، در این رسوم، در این فلسفه، در اون فرهنگ، در اون مذهب شاید بیابیم آرامشش را. نه، اون چیزی را که شما گم کردید، هر جا گم کردید، همونجا برید تلاشش. ما مسلمانیم. الله عزوجل برای نجات ما، برای موفقیت ما، برای آرامش در دنیا و آخرت، در قرآن کریم هدایات و راهنمایی های بسیار زیبایی بیان فرموده. در قرآن کریم و هم در تعلیمات انبیاء، الله عزوجل همیشه برای نجات انسان، هر وقتی که انسان پریشان بوده، انسان سرگردان بوده، انسان در بیچارگی بوده، در بدبختی، هلاکت، فلاکت، الله تعالی انبیاء میفرستاده. هر زمان وقتی که از نظر بیچارگی به اوج رسیده، الله انبیاء فرستاده. اما الله تعالی دو سلسله فرستاده، یکی کتابها را میفرستاده، کتاب که راهنمای بشر بوده، یکی مردانی که اون مردان از نسل دیگه هستند، از جنس دیگه هستند، از سوی الله عزوجل هستند، که همون مردان الگو یا انبیاء را میفرستاده. به تعبیر علما کتاب الله و رجال الله.
کتابهایی که از سوی الله آمدند و مردانی که از سوی الله آمدند. این مردان را خود الله عزوجل مستقیما آموزش داده، تعلیم داده. هیچ وقت جلوی انسانی ننشستند و یاد نگرفتند. هیچ یکی از انبیا در مکتبی درس نخوانده، در کلاسی درس نخوانده. همه را الله میفرماید من مستقیم یاد دادم. و علم آدم الاسماء كلها، درباره آدم هست. و علمناه صنعة لبوس لکم، درباره داود است. الله میفرماید اون فن را ما بهش یاد دادیم. درباره یوسف است و یعلمک من تأویل الاحادیث، الله به تو تعلیم میده تعبیر خواب یا عواقب امور و مدیریت در امور را و برنامه ریزی را. نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم الله میفرماید و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک، ما به تو تعلیم دادیم. یعنی الله عزوجل خودش مستقیما اینها را تعلیم میده، آموزش میده، سینهشون را پر میکنه و میفرسته برای. حالا نجات ما در همین دو چیز است، در کتاب الهی، در اتباع از پیامبران الهی، کتاب الله و سنت رسول الله یا سیرت آن حضرت صلی الله علیه وسلم. دیروز عزیزان گلایه میکردن که کلاس سیرت برگزار میشه، استقبال نمیشه از سوی مردم. این کلاس ها چقدر خیر داره، چقدر برکت داره. تمام زندگی، ابعاد زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم جلوی چشمهای ما میاد. و یک انسان اگر میخواد یک الگوی خوبی در زندگی داشته باشه، بهترین الگو لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. الله میفرماید زیباترین الگو رسول الله صلی الله علیه و سلم است. لذا عزیزان، الله عزوجل برای هدایت ما، برای نجات ما، برای موفقیت ما این دو اصل را فرستاده. حالا در زمانهای گذشته هم بود، بالخصوص در این زمان، کتاب الله عزوجل و پیامبر محبوب خدا. اینها هر دو تا را اگر ما گرفتیم، به هر دو اگر چنگ زدیم، نجات و هدایت کامل است. هر انسانی از هر دو فاصله بگیرد، گمراهی کامل است. مثل کفار که نه کتاب خدا را دارند و نه سنت رسول الله را دارند. و اگر یکی، بعضی از افراد یکی را بگیرند و یکی دیگر را خودشون را مستغنی بسازند، اینها هم راه انحراف را گرفتند، راه کج را گرفتند. مثلا من عرض میکنم، درود شریف بخونید. یک گروهی هستن خودشون را اهل قرآن مینامند و هستن تو دانشگاه های ما هم فعالیت دارن، در کشورهای دیگه هم بودن. این یک فتنه ای هست که از زمان، عرض کنم که در ترکیه و در مصر این فتنه آغاز شد، به هندوستان آمد، به پاکستان، حالا اخیراً در ایران ما هم هست. من با بعضی هم مواجه شدم که خودشون را میگن ما اهل قرآن، میگن فقط قرآن. یک دکتری، من مریض بودم پیشش رفتم، گفت که 70-80 سال سنش بود، شاید بنده خدا الان فوت کرده. گفت من حافظ قرآن هستم، در تهران بود، ولی غیر از قرآن هیچ چیز را قبول ندارم. نه نهج البلاغه قبول دارم، نه بخاری، نه مسلم، نه فلان نه فلان، نه هیچ چی قبول نه، فقط قرآن. یعنی خودشون را از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بی نیاز میدانند، منکر حدیث هستند، منکر سنت هستند. اینا هم در بیچاره ها در گمراهی هستند، در انحراف هستند. چون که وقتی که قرآن میفرماد اقیموا الصلاة، نماز بخوانید، نماز چگونه بخوانیم، چند وقت بخوانیم، چند رکعت بخوانیم؟ رسول الله فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. به من نگاه کنید، روشش را، تفسیرش را، تشریحش را ما در سنت رسول الله میبینیم. چرا به سنت میگویند که بالاخره تفسیر قرآن؟ به همین دلیل.
الله عز وجل وقتی میفرماید و آتوا الزکات، زکات بدهید، مقدار زکات را، اندازه زکات را، نصاب را، این را سنت رسول الله بیان فرموده. وقتی که میفرماید اتم الحج، حج انجام بدهید، آن حضرت میفرماید خذوا عنی مناسککم، مناسک حج را از من بگیرید، من چطور حج میکنم. لذا حتی صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم در همون زمان خود رسول الله، اون صحابه ای که اهل قرآن بودند، ببخشید اهل لغت بودند، عربی الاصل بودند، اهل زبان بودند، از من و شما و نه از من و شما، از همه علمایی که امروز علمای بزرگ ما هستند، از اینها اونها زبان عربیشون فولتر و کاملتر بود. اونها تمام اشارات عربی را هم میفهمیدند، ولی بسیاری از آیات الهی وقتی که نازل میشد در فهم آیات اونها نیازمند تشریح رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند در همون زمان. امروز هم ما برای فهم قرآن مجید نیازمند حدیث هستیم، محتاج حدیث هستیم. لذا هر کسی که یکی را بگیرد و خودش را از دومی مستغنی بداند، این هم در انحراف است، در مسیر کج و کجروی هست. یا بعضی هستن خودشون را از قرآن، میبینیم هر تعلیمی هست ولی تعلیم قرآن نیست. در گذشته در بعضی بلاد اصلا قرآن خواندن را و قرآن یاد گرفتن، بالخصوص تفسیر و تشریح قرآن را مردم گناه میدانستند، میگفتن مبادا خطایی بکنیم منجر به کفر بشه. به همین خاطر یه تلقین و وسوسه شیطانی بود، میگفتن نزدیک ترجمه و تفسیر قرآن نروید. به همین خاطر عقایدشون منطق میخواندن، فلسفه میخواندن، فقه میخواندن، مسائل را میخواندن، اما قرآن نمیخواندن، از علم قرآن فاصله داشتن. لذا در عقاید دچار انحراف بودند، در اعمال گرفتار شرک و خرافات بودند. لذا عزیزان، ما برای نجات کامل و هدایت کامل نیاز به این هر دو اصل داریم. این هر دو تا را که داشته باشیم انشاءالله دنیا هم آباد است. نه تنها عرض کنم که علم داشته باشیم، علم و بر اساس علم عمل. حالا من یه آیه خواندم که در این آیه الله عز وجل همین رو میفرماید: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. هر کسی عمل صالح انجام بده، فرق نمیکنه چه مرد باشه چه زن. مرد و زن از نظر عمل در میان اینها مساوات است، هیچ فرقی پیش خدا نداره. این نیست که 2 رکعت نماز مرد اجرش 2 برابر نماز زن است، نه، اجرش بستگی به خلوص انسان داره، به استحضار قلب انسان داره. چه بسا زنها هستند که نمازهای اونها از نمازهای ما مردها چیه؟ کاملتره، تلاوت اونها، دقت اونها، خلوص اونها. لذا این نیست که روزه ما 2 برابر روزه اونها ثواب داره، مساوات است از نظر عمل. قانون الهی همینه: من عمل صالحا من ذکر او انثى. اما یک شرط داره: و هو مؤمن، مؤمن باشه فقط. یعنی عمل صالح را زیر سایه ایمان انجام بده، مؤمن باشه، نه اینکه مشرک باشه. بعضی میگن لا مشرک، مشرک نباشه، چون خیلی مشرکین بودند هم عمل صالح انجام میدادند. انسان وقتی که در اعتقاد شرک باشه، در عملکرد شرک باشه، مگر مشرکین مکه کم عمل انجام میدادند؟ حج میکردند، نماز هم میخواندند، اونا روبرو خانه کعبه نماز میخواندند. ما حالا هزاران فرسخ دور نماز میخوانیم، اونها روبرو خانه کعبه، اما در نماز رخشون به سمت دیگه بود. الله در سوره معون فرموده: فویل للمصلین. این در رابطه با منافقین مدینه نیست، این سوره مکیه.
فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. الله همین نمازگزاران را گفته که هلاکت و ویل برای اینها. بس نمازم میخواندند، صدقه هم میدادند، مهمان نوازی هم میکردند، شتر میکشتند، برای خدا هم میکشتند، برای غیر خدا هم میکشتند. زراعت و کشاورزی که حاصلی به دست می آمد، از اینها یک بخشی برای خدا می گذاشتن، یک بخشی برای آلهه باطل می گذاشتن. یعنی اونها این نیست که خدا را قبول نداشتن، خدا را به عنوان خدای برتر و بزرگتر قبول داشتن، اما در کنار خدا یه سری اعتقادات شرکی داشتن. عقیده وقتی که در عقیده شرک باشه، اون وقت انسان سالی 10 مرتبه زیارت خانه کعبه بره، روزها همش روزه باشه، شبها همش تا صبح نماز بخونه. فجعلناه هباء منثورا. قرآن فرموده همه این اعمال مثل غباری پراکنده، هیچ برای انسان فایده ای نداره. پس اولین شرط قبولیت عمل صالح و هو مؤمن، ایمان باشه نه شرک. و بعضی میگن که نفاق نباشه، هر دو درسته. و هو مؤمن لا مشرک و هو مؤمن لا منافق. ایمان باشه نفاق نباشه، ایمان باشه شرک نباشه. اگر نفاق باشه، برای نشون دادن باشه، برای ریا باشه، هم قبول نیست. بالاخره وقتی که این شرایط باشه و هو مؤمن، الله دو وعده فرموده. عمل صالح عزیزان فقط نماز نیست. اولا برای نجات ما عمل صالح در کنار ایمان شرطه. قرآن کریم را گاهی که تلاوت میکنید دقت بفرمایید، هر جا بحث ایمان آمده عمل صالح. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر. انسانیت در خسار و بیچارگی ہے. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. چه کسانی نجات میابند؟ ایمان، عمل صالح. در سوره تین هست که الله میفرماید انسان را زیباترین و بهترین شکل دادیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بهترین قد قواربش دادیم. ثم رددناه اسفل سافلین. اما انسان وقتی که راه را گم کرد، به اسفل سافلین برگردوندیم. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اینها را استثناء میکند. هر جا بیچارگی انسان بیان میشه، استثناء برای کسانی هست که آمنو و عملوا الصالحات. ایمان، عمل صالح، این دو اصل موفقیت هستند. اینجا هم فرموده من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. قبل از عمل صالح ایمان داشته باش. پس این دو اصل اگر در زندگی باشه ما موفقیم. اون گم کرده ما همین دوتا هستند. ایمان ها ضعیفه و عمل صالح. ایمان نسبت به توحید، ایمان نسبت به عرض کنم قیامت. انبیا بیشتر که کار کردن و بالخصوص حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، سه اصل را که ما بهشون میگیم اصول دین، این سه اصل را عزیزان همیشه در ذهن خودتون داشته باشید. همیشه ما زمزمه میکنیم، تکرار میکنیم، ولی بر صفحه قلب بنویسید. من دیشب هم در جلسه شهرک کوهک اینها را یادآوری کردم. سه تا اصل هستن. اولین چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم داد این بود که مردم آفریننده این جهان، خالق این جهان و صانع و درست کننده این جهان و حاکم این جهان، کسی که الان داره حکومت میکنه، مدیر، مدبر، متصرف، گرداننده، همه اینها یک ذات است. یک ذات. یعنی هم ما را خلق کرده در این که هیچ کسی شک نداره، حتی کفار و مشرکین شک
نداشتن. قرآن هر جا آیات است از اونها بپرس که خالق کیه، میگفتن الله است. ولی اینکه حاکم که همه مسائل ریز و درشت را او حکومت میکنه، مسائل ریز و درشت را او مدیریت میکنه، در این شک داشتن. میگفتم مسائل کلان به دست خود خداست، مسائل ریز و پیش و پا افتاده را به این خدایان دیگه خود او سپرده، خود او تحویل داده. انبیا گفتن نه، چون مشرکین مکه وقتی که اولاد میخواستند از همین خدایان میخواستند، برکت در رزق میخواستند از همین خدایان میخواستند، شادی میخواستند از همین خدایان میخواستند، در سفر خیر و برکت میخواستند از همین خدایان میخواستند. اما درود شریفی بخوان. عرض به خدمت شما که هر چی که میخواستن چیزهای ریز از خدایان میخواستن، اما چیزهای کلان بزرگ میگفتن کار خدایان ما نیست. قرآن چند جا بیان فرموده اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. وقتی سوار کشتی میشدن میگفتن که فقط و فقط الله را فریاد میزدن، میگفتن دیگه کاری کسی نیست، اینجا معبودان ما اون توانایی را ندارند. بس عزیزان، انبیا این تعلیم را دادن که ای مردم، همونطور که الله خالق هست، الله مدیر هست، مدیر تمام این جهان. یه عزیزی از مسئولین ما قبلا میگفت، خب مسئولین هم گاهی اشتباه میکنن، میگفت که مدیریت کشور ما به دست امام زمانه. نه، مدیریت کشور ما نه، مدیریت تمام دنیا به دست الله است. الله عزوجل هر جا میفرما مدیر منم، مدبر منم، متصرف منم، بغیر از من هیچ که نیست. چه کاری کوچک میخوای، چه کاری بزرگ میخوای، از الله بخواه، خردش کلانش، هر چی میخوای. الله عزوجل مثل انسان نیست. لا تضربوا لله الامثال. برای خدا مثال از خود نتراشید، خدا را به یک پادشاه، به یک رئیس جمهور تشبیه ندهید. با عقل گنجشکی خودتون خدا را مقایسه نکنید. لذا این اولین اصله که انبیاء الهی رویش کار کردند. مدیر و مدبر و متصرف و حاکم و خالق و مالک و رازق و همه چیز الله عزوجل است. این اصل اول. اصل دوم همون که ابتدا عرض کردم که ای انسان ها باور داشته باشیم، اعتقاد داشته باشیم که این زندگی که تمام بشه یک زندگی نوینی شروع میشه، یک زندگی جدیدی شروع میشه. اصل زندگی اون هست. این زندگی در واقع یک مقدمه هست برای اون زندگی. اینجا خوب تا کردیم، اینجا خوب عمل کردیم، اون خوبه. اینجا بد عمل کردیم، چه در حق الله چه در حق بندگان الله، اونجا مشکل ایجاد میشه، اونجا تو دست انداز میفتیم. که این اعتقاد اول اسمش توحیده، اون اسمش قیامت و معاد است، مبدأ معاد. سوم نبوت، سومین چیزی که انبیا گفتن و بالخصوص رسول الله صلی الله علیه وسلم، ای مردم من فرستاده همون خالق هستم، من از طرف او آمدم، هر چی که به شما میگم راهنمایی میکنم اتباع کنید، عمل کنید، خیر دنیا و آخرت شما در همین است. الله عزوجل همونطور که ابتدا عرض کردم اون کتاب الله بود، این از جنس رجال الله هست، این الگوی عملی ما هست، الگوی ایمانی ما هست، الگوی خیر در دنیا و آخرت هست. این سه چیز را اگر داشته باشیم که آمنو و عملوا الصالحات معنیش همینه. این آیه که تلاوت کردم هم معنیش همینه، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. شرطش ایمان است.
ایمان عرض کردم این سه اصل را بالخصوص، که این سه اصل را میگه اصول دین. در هیچ سوره از قرآن مجید نیست که این سه اصل نباشد. الله عزوجل این هر سه اصل را بیان فرموده. سوره را شروع میکنی، یا اول سوره هست تو پیامبر برحق هستی، بعد از اون توحید میاد، بعد از اون قیامت میاد. سوره قاف را شما مطالعه بکنید، دقت بکنید، ترجمه قرآن جلویتون بکنید، تفسیر قرآن. بالاخره توحید اول نبوت میاد، قاف والقرآن المجید. خود قرآن مجید دلیل رسالت است. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. این رسالت است. بعد از اون قیامت، اذا متنا و كنا ترابا ذلك رجع بعید. هر سوره این سه اصل را بیان می‌فرماید. لذا عزیزان این ایمان است. اگر این ایمان باشد، با تفصیلش که اشاراتی بنده داشتم، الله دو اجر به ما میده. دو تا وعده فرموده، یک وعده مال دنیاست، یک وعده مال آخرت است. وعده دنیا چیه؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. کسی با ایمان عمل صالح انجام بده، فلنحیینه حیاتا طیبه. این وعده اول است. وعده دوم، ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون. این وعده دوم است. وعده اول در همین دنیا الله میفرماید یک زندگی طیب، یک زندگی پاک و پاکیزه، یک زندگی راحت بهش میدیم. زمانی که همه بندگان خدا به ایمان و به مقتضای ایمان عمل میکردند. سبحان الله. زمانی که بهار ایمان بود، من هر وقتی این جمله را میگم بیاد یک کتابی میفتم که مولانا ندوی رحمت الله علیه نوشته. اصلا همین نامش بسیار خرسند کننده و خوشحال کننده است. مولانا ندوی کتابی نوشته به زبان اردو، اسمش هست جب ایمان که بهار آئی. اون زمانی که نسیم ایمان وزید، ذکر میکنه از اون زمان که چه زندگی خوشگواری بود، چه زندگی راحتی بود. در این زندگی همش ایثار، محبت، اعتماد، اتحاد، همبستگی، همدلی، هم دیگر را احترام گذاشتن، به هم دیگر اعتماد کردن. امروز هست؟ نیست. امروز ببین مسلمانا گروه گروه هستن، دسته دسته هستن، قوم قوم هستن، زهی زهی هستن. اعتماد نیست. مغازه میری چیزی بخری، اعتماد نیست. هر کاری میخوای بکنی به طرف اعتماد نیست، ایثار نیست. به خاطر یک نوبتی در صف بنزین جوانها میبینیم که سر هم دیگر را میشکنن. اصلا جنگهای قومی از همونجا شروع میشه. اون یکی میاد نوبت این را بگیره. این صفاتی که قرآن میگه و آیات قرآن مجید، عمل به قرآن و سنت این صفات را در ما ایجاد میکنه، این صفات نیست. لذا اون زمانی که حضرت یاد میکنه از اون دور به عنوان دور ایمان، هیچ فرقی بین خلیفه مسلمین و بین یک انسان عادی، یک راعی، یک چوپان نبود. یک انسان عادی به خلیفه میگه که اگر کج بری من با این شمشیر راستت میکنم. خلیفه خدا را شکر میکنه که چنین غیرت و ایمانی هست. یک زن بلند میشه به خلیفت المسلمین میگه تو کی هستی که به ما میگه که مهریه ها را سبک بکنید؟ گرچه اصل سنت همینه، اصل تشویق و ترغیب همینه، اما اگر کسی مهریه سنگینی گذاشت هم نکاح مشکل نداره. اون زن استدلال میکنه از آیه قرآن که و این آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا. اگر به یکی انباری از جواهر و طلا و نقره دادی پس نگیرید. وقتی این آیه میخوانه سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ چی میگه؟ میگه سبحان الله، میگه که یک زنی فهمش در قرآن از عمر بیشتره.
این شکست نفسی است. منظور اینه که در مقابل آیات الهی وقاف بودن، ایست میکرد، توقف میکرد. اون زمانی بود که بهار ایمان بود. نسبت به هم دیگه ما همیشه میخوانیم چه ایثاری، چه از خود گذشتگی. یک غذای به اصطلاح کله پاچه ای از یک خانه میره خانه دوم، اون میگه اون همسایه مستحق تره، به اون میفرسته، اون میگه اون مستحق تره، به اون میفرسته. 7 خانه دور میزنه میاد خانه اولی. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. همین است عزیزان، ایثار، محبت، اتحاد و همدلی. امروز مسلمانان با مسلمانان مشکل دارن. اینجا مشکل از کجاست؟ مشکل از درونه. همون که ابتدا عرض کردیم یه چیزی در درون بود، اون ما گم کردیم، از بین بردیم، از دستش دادیم. اگر عزیزان این فضای ایمانی باشه، اگر اعتماد باشه، اگر محبت باشه، اگر اتحاد باشه، گاهی شرایطی فراهم میاد ما همه در کنار هم قرار میگیریم. میبینید چقدر اتحاد شیرین است، چه احساسی به انسان دست میده، دلش میخواد همه برادران را به آغوش بگیره، ته قلبش جا بده. چه لطفی دارد، چه حلاوت و لذتی دارد. اما تعلیمات قرآن برای همیشه اینها را برای ما دارد. لذا بین اون انسان ها قرآن میگه محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم. بر علیه کفار سخت بودن، اما فی ما بین همدیگر خیلی ترحم داشتن. بنابراین این حیات طیبه هست که در این آیه بیان فرموده. اگر کسی دنبال زندگی خوب میگردد، این راهش هست. من عمل صالحا، الله میفرماید فلنحیینه حیاتا طیبه، و دومین چیز ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون. در آخرت سبحان الله، الله سربسته میگه نعمتهای آخرت را تو قرآن بعضی جاها ذکر کرده. بعضی لذاتی که ما در دنیا داریم از این نوع لذات فقط تشابه در اسم است، اما کیفیت الله بهتر میده. اما بعضی ها که نه ما دیدیم، نه شنیدیم، نه تا حالا تو خواب دیدیم، تصورش کردیم. ولنجزینهم اجرهم باحسن. لذا عزیزان وقت هم تمام شده. خلاصه در ظرف 1-2 دقیقه راهش چیه؟ ما هر کسی دوست داریم کامیابی را، هر کسی دوست داریم که این انسانی که الله که خالق انسان است، الله فرموده این انسان من باشم، این انسان کامل، این مؤمن کامل، این مخلص من باشم. راهش چیه؟ رجوع به قرآن و سنت. و رجوع به قرآن و سنت میسر نیست بغیر از یادگیری قرآن. حالا حقوق قرآن زیاد هستند. ایمان به قرآن هست، تلاوت قرآن هست، فهم قرآن هست، عمل به قرآن هست، تدبر در قرآن هست، نشر قرآن هست. همه اینها هستند، ولی یکی که بسیار مهم هست بعد از ایمان، بعد از تلاوت، فهم قرآن. فهم قرآن در همین حلقات است. در گذشته این امکانات نبود، الان هست الحمدلله. حالا در همین شهر شما حضرت مفتی صاحب در ظرف 2 ماه تمام خودشون را وقف میکنه برای درس قرآن. واقعا اگر از این حلقات استفاده نکنیم، این مخصوص طلاب نیست، مخصوص ملاها نیست، قرآن برای همه ماست. قرآن را الله تعالی برای یک قشر خاص نفرستاده. گاهی در اذهان جوانان ما اینه که شاید این کلاس ها برای مخصوص طلاب. نه، این کلاس ها مال همه، چون کتاب مال همه هست. این کتاب هدایت برای همه هست. ما جاهایی رفتیم در معیت خود همین حضرت مفتی صاحب جای پاکستان رفتیم که همه مردم قرآن بلد بودن، چون علمای اونجا زحمت کشیده بودن، مردم هم اعتماد داشتن به علما. می نشستن در درس های. همه علما چی داشتن؟ همه مردم قرآن بلد بودن. به همون شیخ اونجا یکی از دوستان ما گفت که ما شنیدیم اینجا همه قرآن بلدن. درسته؟ گفت خودتون سوال بکنید. یک شهری بود حدوداً 50,000 نفر جمعیت داشت.
مولانا عثمان حفظه الله که مال خاش هست، ایشون یه پیرمردی را صدا زد که لباس میفروخت روی دوچرخه خودش. باباجی بیا اینجا. آمد گفت که شما در درس‌های حضرت شیخ التفسیر که مال اونجا بود شرکت میکنید؟ گفت من مال اینجا نیستم، من مال یکی از روستاها هستم، ولی خودم اونجا درس قرآن دارم، خودم اونجا حلقه دارم درس میدم. یعنی اینطور عوام و خواص همه قرآن را یاد گرفته بود، همه عقیدهشون درست شده بود، ایمانشون درست شده بود. لذا عزیزان این بهار قرآن که بالخصوص در این ماهای شعبان و رمضان است، از این استفاده کنید. کلام رب العالمین را و پیام رب العالمین را دریافت کنیم همه ما، و بعد از اینکه دریافت کردیم بهش عمل کنیم، در زندگی خودمون پیاده بکنیم. الله عز و جل به همه ما توفیق عمل عنایت بفرماید، همه ما را اهل قرآن، اهل ایمان، اهل دین، اهل تقوا و خدا ترسی بگرداند. والسلام علیکم و رحمت الله.